آنچه را برای خدا ترک کردی، خداوند چیز بهتر به تو خواهد داد. آنچه میشنوید داستان حقیقی پسر و دختری جوان است که قلبهایشان آکنده از عشق و محبت به همدیگر بود. عشق و محبتی ظاهری که بسیاری از جوانها خود را با آن می‌فریبند. عشق و محبتی که خالی از هوا و هوس نبود. عشق و محبتی نامشروع. این عشق و محبت آنها را وادار کرده بود که با همدیگر ارتباط داشته باشند و تلفنی صحبت کنند، دو نامحرم. حال آنکه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده اند که اگر مرد و زنی نامحرم با همدیگر خلوت کنند، سومین نفرشان شیطان خواهد بود. این ارتباط آنها 6 سال به طول انجامید. پس از گذشت 6 سال، روزی از روزها پسر پس از شنیدن پند و موعظه‌ای متحول گردید و به سوی خدا بازگشت. متوجه گردید که عشق حقیقی عشق به خداوند است و فهمید که این عشقی که او آن را به نام عشق می‌شناسد هوسی بیش نیست. ارتباط با یک نامحرم، خلوت کردن با یک دختر. با خود می‌اندیشید که چه کار کند و چگونه خود را از این مهلکه نجات دهد. آیا عشق حقیقی یعنی محبت و پیروی از خداوند را برای خود برگزیند یا با عشقی نامشروع و هوسی زودگذر تیشه بر ریشه آن عشق حقیقی بزند؟ آن جوان از طرفی نفس اماره‌اش او را به طرفی می‌کشاند که به رابطه‌اش با معشوقه‌اش ادامه دهد و از طرف دیگر این گفته پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم را در سر خود می‌پروراند که فرمودند هر کس چیزی را به خاطر خداوند رها کند، خداوند چیز بهتر را نصیب او خواهد کرد. با خود این تصمیم را گرفت که حقیقت را بگوید و با عشق 6 سالی خود صحبت کند و بگوید که ما در این 6 سال در اشتباه بودیم و این ارتباط ما جز ضربه زدن به ایمان و عفت و زندگیمان چیزی دیگر نبود. بیا و به خاطر خدا دست از این ارتباط برداریم. دختر نیز تحت تأثیر نصیحت‌های او قرار گرفت، نصیحت‌هایی که آمیخته با صداقت و راستی و پاکی و عفت بود. حرفش را قبول کرد و به همدیگر عهد بستند که به خاطر رضای خدا از همدیگر جدا شوند و دیگر هیچ ارتباطی با همدیگر نداشته باشند. بعد از مدتی خانواده آن جوان از آن محله نقل مکان کردند. هرچی بیشتر می‌گذشت و فراقشان طولانی تر می‌شد، آن عشق ظاهری بین این دو جوان کم و کم رنگتر می‌شد. اندک اندک همدیگر را فراموش کردند تا به جایی رسید که هر کدام از آنها از فکر و خیال بلکه در یک کلام از زندگی یکدیگر بیرون رفتند و دیگر هیچ کدام از آن دو از یکدیگر و از خانواده یکدیگر خبری نداشتند. زمان و مکان آن دو را از هم جدا کرده بود. پسر چند سالی مشغول عبادت و دعوت به سوی دین خدا گردید و از جوانان خوب و مؤمن شد. پس از گذشت روزها و سالها جوان به فکر ازدواج افتاد. با خواهر خود مشورت کرد که دختری خوب را برای او پیدا کند. مدتی بعد خواهرش گفت که من دختری را برایت پیدا کرده ام که بسیار با ایمان و خوش اخلاق و با حجاب و با حیاست و این دختر بهترین گزینه برای توست. آن جوان پس از مشورت با خانواده مادر خود را به خواستگاری فرستاد و قرار گذاشتند که قبل از هر چیز دختر و پسر همدیگر را ببینند. روز موعود فرا رسید. جوان با قلبی آکنده از امید برای دیدن شریک زندگیش همراه با خانواده‌اش به سوی خانه آن دختر روانه شد. وقتی به آنجا رسیدند و دختر از خانه بیرون آمد که همدیگر را ببینند، ناگهان بهت زده شدند. قلبهایشان به تپش افتاد. زبانشان یارای حرف زدن نداشت. اشک در چشمانشان حدقه زد. نه پسر باور می کرد و نه دختر. خوشحالی در نگاه هر دوی آنها موج می زد.
اما جرأت اظهار خوشحالی نداشتند. تعجب از یک طرف و تحقق وعده الهی از طرف دیگر آنها را بهت زده کرده بود. همدیگر را می شناختند. آری، آن دختر همان دختری بود که چند سال پیش به خاطر رضای خداوند او را ترک کرده بود. پس ای جوان مسلمان، بدان که اگر چیزی را به خاطر خدا ترک کنی، خداوند چیزی بهتر به تو عطا خواهد نمود.